حاجی میخوام دنده حاجی با بچه‌ها با وانت تو در اومدیم میخواد دنده بده کلاج علی میگیره دنده رو جمعی نوکرم سه تا کاسه به مملکت میخوام بریم گرون ترینو مشکی ترینو عشقی ترینو لاکچری ترینو با ماشین دو در مشکی باشه با ساخت انگلیسه آره جاز کرمانشاه نه میدی کرمانشاه کافه چشمک خطرم ولی سرباز نیستم تکنولوژی آره مشکی عشقی میخوایم بریم جای همین خالی کافه چشمک تبلیغات باشه ایسکاسه تاوان سه بوداجی آره شعبه قید داداشی‌ها خطرتون بالا پروزی باشه بچه‌ها تاوان زنگی‌ها یاخچی‌ها نازی‌ها آره دافای با هوندا میاریم چشمک میخوام بریم حاجی وان تا آوردیم میخوایم بریم ارزان ترین نقطه تو کرمانشاه در برات باز کنم داداش در ماشین دو دره برام باز کن در ادامه توضیحات این حجم آب هویج بستنی این سه تا باقلوا برنامه شب جمعه رو بگیر حجم فایده بستنی این سه تا مال داشت فقط و فقط 190,000 تومان آفرین میخوام بریم هزینه کنیم ایجو قوی سامی حاجی واسه دماغم تو قسمت صفا باشه 190,000 تومان فاکینگ 190,000 تومان داشتی بچه رایج مملکت آتش هیم خورده شما ساعت 11:30 شب جمعیت رو ببین بذار کتف من جلوش بگیر حلالتون انگشتا بفهم سلطان نوکرم برازنده تو داداش باقی 190 تومن رو میبریم خونه کلاه کی بود؟ کلاه علیه چقدر شد هزینه؟ 150,000 تومان 150,000 تومان 190,000 تومان میشه چنین 350,000 تومان تو یه شب لذتشه گفتم سلامتی چشاتون نوکر داداش مستیم درد منو دیگه دوام نمیکنه من واقعا زاده شده با من یادت میاد یه روز برات قصه دارم میخوندم ولی دیگه تموم شد عمرم به پا حرام شد عمرم به پا کوچیکم بوق بزنی نوکرم جاله داداش قوی بله سلامتی اونو یادش منو یاد سلامتی بله استاداش میفهمودی میگه باقلا بگی پلن آخر امشب بعدش مامان زنگ زنه خونه دیگه شراب داغ بود انگور ده میشه تا میشه شراب اما تو فکر کردی انگوری؟ گوه نخواهید اگه الان تو فشاری خیلی فشار زمین او فشار معدت مال باقلا است او فشار معدت داشت فداتون بشم داریم به گاه میریم ما انگور نیستیم یه زندگی جوانانم بفرما باقلا نوکر داشوش جان فری استایل برام بس بیت باکس برو برو گنگ ای مواد مخدر ای یو خیلی داره زنگ میزنه ببینم که